به نام خدا، من مهناز طاهباز هستم، مدیر مؤسسه حقوقی حامیان مهر مطلق. تلاش کردم برای شما عزیزان که برنامه‌ریزی داشته باشم که هر زمان فرصتی شد یک مطلب حقوقی رو با شما در میون بذارم تا در این زمینه بتونیم اطلاعات حقوقی شما عزیزان رو در جامعه امروز با وجود فشارهایی که در اقشار مختلف جامعه دیده میشه بتونیم اطلاعات حقوقی شما عزیزان رو بالا ببریم. اما جا داره که قبل از اون یک توضیحی بدم در مورد مؤسسات حقوقی که اینا چی هستن و اصلا برای چه چیزی اینها به وجود اومدن. با گسترش روابط میان افراد در جامعه مدرن امروزی دیگه مسائل حقوقی منحصر به دفاتر وکالت نیست و مؤسسات حقوقی از این جنبه به وجود اومدن که با داشتن چندین وکیل حرفه‌ای در رشته‌های مختلف حقوقی و متخصص در اون امور در خدمت عزیزان باشن. در واقع کار مؤسسه حقوقی مثل یک کلینیک تخصصی هست که مدیر مؤسسه که عموماً خودش وکیل یا فردی با تجارب بالا در رشته حقوق هست، موکلینی که بهش مراجعه میکنن ارجاع میده به وکیل متخصص در همون رشته. طبیعتاً بهترین مؤسسه حقوقی مؤسسه هست که دارای مدیریت قوی باشه، مدیریتی که نظارت بر کار وکلا و تیم حقوقی خودش داشته باشه و ما خرسند هستیم که اعلام کنیم که در این چند سالی که در خدمت عزیزان بودیم مؤسسه ما جزو دفاتر حقوقی بوده که در کلیه رشته‌های حقوقی فعالیت داشته، مراحل آزمون و خطا رو طی کرده و به درجه از مهارت و تخصص رسیده که موکلین عزیز ما با خیالی راحت و آسوده پرونده‌های خودشون رو در اختیار ما گذاشتن و منتظر نتیجه مطلوبون هستند و همچنین خواهند بود.